سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. مسلمان ها ما و شما در این دنیا در هر شعبه‌ای که کار میکنیم غرض ما و شما با دست آوردن کامیابی دار آخرت است که فی الحال از نظر ما و شما غائب است. اگر ما و شما در راستای تعلیم هستیم، اگر در راه تجارت هستیم، اگر در پیشبرد سیاست اسلامی هستیم، هر کسب و پیشه‌ای که ما و شما در این دنیا داریم، غرض ما و شما با دست آوردن کامیابی آخرت است. مقصود اصلی تعلیم نیست، مقصود اصلی تجارت نیست، مقصود اصلی سیاست با دست آوردن قدرت نیست. مقصود اصلی کامیابی است در آخرت. آخرت شامل همه مغیبات است، چیزایی که از نظر ما و شما غائب است. یوم القیامه، حشر، حساب، کتاب، میزان، صراط، خلاصه تمام کارهایی که ما و شما در دنیا میکنیم غرض اصلی و اساسی کامیابی در آخرت است. تا ای که کامیاب شویم، از جهنم نجات پیدا کنیم، به بهشتی که الله متعال برای بندگان مؤمن خود وعده سپرده به او داخل شویم. و همین کامیابی آخرت چی وقت حاصل میشه؟ با وقتی که تربیه اسلامی وجود داشته باشد. در صورتی که تربیه اسلامی وجود نداشته باشد، عالم دین نجات پیدا نمیکنه، کامیاب نیست. مجاهد نجات پیدا نمیکنه، کامیاب نیست. صوفی صاحب نجات پیدا نمیکنه، کامیاب نیست. انجینیر صاحب کامیابی پیدا نمیتونه، نجات نداره. و این راه کامیابی تربیه اسلامی است. تربیه اسلامی چی است؟ ما و شما این تربیه اسلامی را بشناسیم تا به سبب عمل به این تربیه اسلامی کامیاب شویم. تربیه اسلامی را علما مختلف تعریفات فرموده. از جمله یک تعریفی که اکثر علما به این قائل است، تربیه اسلامی ای را میگن. جوانا خوب متوجه باشین. تربیه اسلامی المنهج الواضح الذي رسمه القرآن الكريم والسنة النبوية
وتتكفل برعاية الإنسان من حيث البدن والعقل والروح. این تعریف تربیه اسلامی است. تربیه اسلامی یک راه و روش واضح است که ترسیم این را قرآن و سنت میکنه و این صحت و سلامتی بدن و عقل و روح را مراقبت میکنه. این را میگه تربیه اسلامی. تربیه اسلامی راه و روش روشن است که ایجاد میشه از قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. یعنی این تربیه اسلامی در قرآن و سنت نبوی است. وقتی که قرآن را خواندیم با مفهوم نظم قرآن فهمیدیم، با او عقیده و عمل کردیم و با سنت های نبی علیه السلام عمل کردیم، همین است که ما و شما از تربیه اسلامی مستفید شدیم و همین است که ما و شما کامیاب میشیم. تربیه اسلامی قرآن و سنت است که با این ما و شما عقیده و عمل کنیم. وقتی که تربیه اسلامی را یک کس بالای خود تطبیق داد، از این مستفید شد، بدن این اصلاح است، عقل این اصلاح است، روح این اصلاح است. و این تربیه اسلامی با خود اهداف می داشته باشه. هدفش هم همین است: اصلاح بدن، اصلاح عقل، اصلاح روح. چگونه اصلاح روح است؟ از روح شروع میکنیم. وقتی کسی که قرآن را میخوانه، سنت نبی علیه السلام را میخوانه، عقیده خود به او استوار میکنه، عمل خود به او استوار میکنه، این انسان مؤمن میشه، این انسان مسلمان به همو وقت میشه. ایمان میاره به تمام مؤمن بهی. ایمان بزرگترین سرمایه است. وقتی که ایمان نباشه، هیچ خیری بدی و انسان فایده نمیکنه. یک کافر چقدر که ثروت خود مصرف کنه، به مردم پول بسازه، سرک بسازه، برق بیاره، برشان شفاخانه بسازه، به کافر کدام فایده در آخرت نداره. کفار الله متعال مخلد فی النار حکم کرده، همیشه به دوزخ می باشد. یک هدف اصلاح روح است از تربیه اسلامی. تربیه اسلامی قرآن و سنت است. روح اصلاح میشه، مشرف به ایمان میشه، رابطه ای با الله متعال قائم میشه. دوم هدف از تربیه اسلامی اصلاح عقل است. کسی که تربیه اسلامی را می آموزه، عقل اصلاح میشه. عقل به این حکم میکنه که الله متعال را عبادت کن، از عبادت غیر الله پرهیز کن.
عقل به این حکم میکنه که محرمات است، قبیح است، بد است، زشت است. و این عقل اصلاح میشه به تربیه اسلامی به توسط قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. و همچنان اصلاح بدن به تربیه اسلامی است. این در قرآن است که انسان نفس خود را به هلاکت نندازد. با احادیث نبی علیه السلام نمونه ای آشکار است که نبی علیه السلام روزه می گرفت، شب افطار می کرد، شب نماز می خواند و هم خواب می کرد. این اصلاح بدن است توسط تربیه اسلامی. با هر حال برادران، تربیه اسلامی را ما و شما بزرگا پیش خبر بود، نوجوانا هم خبر شوند. تربیه اسلامی قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم است که امروز جوانا الحمدلله یک سنت نبی علیه السلام را احیا کردن، دستارایشان به سر بسته کردن. و الله متعال و این عمل ما و شما را به این سنت نبی علیه السلام قبول بفرماید و ما و شما را اخلاص نصیب بفرماید. به مثل ما و شما، پیش از ما و شما بسیار پروفیسورها بود، انجینر صاحبا بود، قماندان صاحبا بود، همین دستار و همین ریشه داشتن، مگر در خاتمه ذلیل و رسوا شدن، قرآن را تحریف کردن. سبب این جور شد که 20 سال ملک ما و شما را در اشغال کفار در آوردن. چرا؟ اونا به همین ریش و همین دستار، به همین سنت نبی علیه السلام اخلاص نکردن، عقیده نکردن، به همین تربیه اسلامی عمل نکردن. تربیه اسلامی قرآن و سنت است. با بیت المال خیانت کردن، ظلم کردن، خون مسلمان ها را ریختاندن، به تربیه اسلامی عمل نکردن. الله متعال در قرآن کریم از قتل ناحق منع فرموده. قطع لنگی و دستار و ریش از تربیه اسلامی، از قرآن و سنت منحرف شدن. الله متعال ذلیل و رسوا کرد. از ایمان عاری شدن. اگر ایمان هم داشتن در صف پهلوی کفار استاد شدن، موالات را اختیار کردن، بلکه مأموریت و مزدوری را اختیار کردن. گپ به اینجا بود که این دستار که ما و شما به سر بسته کردیم به این اخلاص داشته باشیم و به همین تربیه اسلامی همیشه مواظب باشیم، ادامه بدهیم با همراه عقیده و اخلاص. این تربیه اسلامی اینقدر یک چیز مهم است. به هر حال برادرها، وقت شما را زیاد نمیگیریم. اول ما برایتان گفتیم که با هر کاری که مشغول هستیم، هدف اصلی ای است که ما و شما به روز آخرت کامیاب باشیم. الله متعال در همین آیه، جزئی آیه که به حضور شما تلاوت شد، می فرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. اکثر مفسرین این چنین تفسیر کرده
و ابتغی طلب کن فیما آتاک الله، در او چیزای خداوند برای تو داده است. عمر، مال، قوت، همه را شامل است. این عمری را که الله متعال برایتان داده، مالی را که الله متعال برایتان داده، قوت و جوانی را که الله متعال برایتان داده، به توسط این شما دار آخرت را، کامیابی روزی محشر را طلب کنید. ولا تنس نصیبک من الدنیا. مفسرین می فرماید که این جمله بعدی این تأکید جمله اول است. فراموش نکو حصه و سهم خود را از دنیا که این به خاطر به دست آوردن کامیابی آخرت برای شما داده شده. این وقت، این جوانی، این صحت، توانمندی، همه به خاطر است که ما و شما آمادگی را به روز آخرت داشته باشیم، کامیابی روز آخرت به دست بیاریم. به هر حال برادران، الله متعال همه ما و شما را از تربیه اسلامی کما حقه مستفید بفرماید و همه ما و شما را الله متعال مزین بسازه به تربیه اسلامی. وبه تغنى